شده در میدان هوایی بین المللی کابل از طرف رهبر انقلاب شاغل محمد داوود پذیرایی بدهید. در نزدیکی طیاره شاغل محمد داوود زعیم ملی ما مهمانانشان را خیر مقدم گفتند. در این موقع شاغل عبدالقدیر وزیر داخله، شاغل وحید عبدالله معین وزارت امور خارجه معیت شاغل رئیس دولت و صدر اعظم را داشتند. بعد از آن که شاغل رئیس دولت و صدر اعظم ضباط معیتیشان را به صدر اعظم پاکستان و همچنان صدر اعظم پاکستان هیئت همراهانش را به مؤسس جمهوریت افغانستان معرفی کردند، شاغل رئیس دولت و صدر اعظم و مهمانشان جانب کار تشریفاتی رفته در محل مخصوص قرار گرفتند. موزیک سرود جمهوری پاکستان و سرود ملی جمهوری افغانستان شاغل رئیس دولت و صدر اعظم و شاغل صدر اعظم پاکستان مراتب احترام کار تشریفاتی را قبول و آن را معاینه فرمودند. یک عده اشخاص به نمایندگی شهریان کابل دسته‌های گل به شاغل سپس زعیم ملی ما و مهمانشان جانب مستقلین رفته با دکتر محمد حسن شرق معاون اول صدارت عظما، شاغل سید عبدالله معاون دوم صدارت وزیر کلیه، بعضی از اعضای کابینه حکومتی مرکزی، جنرال‌های اردوی جمهوری و رؤسای کمیته مصافحه و احوال در جمله هیئت همراهان شاغل دکتر صدر اعظم پاکستان شاغل عزیز احمد وزیر دولت در جمهوری دفاع و خارجه، شاغل محمد یوسف بچ معاون مخصوص صدر اعظم، شاغل آقا شاهی سکرتر در وزارت امور خارجه، شاغل اس شهنواز سکرتر در وزارت خارجه پاکستان و شاغل ام اسماعیل رئیس تشریفات شامل بودند. بعد از مراسم میدان هوایی شاغل محمد داوود و شاغل توسط دکتر محمود در حال گرفته از مخابرات آن را مختلف کرد رئیس کار اطلاعات پاکستان. شاغل ذوالفقار علی بھٹو صدر اعظم پاکستان ساعت 4 روز هفته جمعه با شاغل محمد داوود رئیس دولت و صدر اعظم در قصر گلخانه یرکی جمهوری ملاقات بودند. از طرف شاغل محمد داوود رئیس دولت و صدر اعظم ساعت 8 شام هفته جمعه ضیافت به افتخار شاغل ذوالفقار علی بھٹو صدر اعظم پاکستان در سالار پذیرایی‌های وزارت امور خارجه تشکیل شد. در این دعوت شاغل محمد نعیم، دکتر محمد حسن شرق معاون اول صدارت عظما، شاغل سید عبدالله معاون دوم صدارت وزیر کلیه، بعضی از اعضای کابینه حکومتی مرکزی، عده‌ای از جنرال‌ها و رکورد دیپلماتیک مقیم کابل، بعضی از همراهان شاغل صدر اعظم پاکستان، سفیر کبیر پاکستان مقیم کابل و بعضی از اعضای سفارتخانه‌های کشور اشتراک داشتند. به افتخار شاغل ذوالفقار علی بھٹو صدر اعظم پاکستان صبح روز هفته جمعه دعوت چاشتی از طرف دکتر محمد حسن شرق معاون اول صدارت عظما در باغ کافه فرمان ترتیب شد. در این دعوت شاغل سید عبدالله معاون دوم صدارت و وزیر خارجه، عده‌ای از اعضای کابینه حکومتی مرکزی و بعضی از مامورین عالی حقوقی از بیرون و همراهان شاغل صدر اعظم پاکستان اشتراک داشتند. شاغل محمد داوود رئیس دولت و صدر اعظم و شاغل ذوالفقار علی بھٹو صدر اعظم پاکستان ساعت 2:30 صبح 18 جوزا در قصر گلخانه با هم ملاقات نموده مذاکراتشان در یک فضای دوستانه آغاز و ختم گردید. شاغل ذوالفقار علی بھٹو صدر اعظم پاکستان برای مشاهده آثار و آبدات تاریخی ولایت بامیان توسط طیاره باختر افغان الوتنه به مرکز آن ولایت مواصلت کرد. در میدان هوایی بامیان از طرف والی به مأمورین دوایر مرکزی ولایت بامیان استقبال گردید. در این سفر بعضی از اعضای هیئت معیتی شاغل بھٹو، شاغل وحید عبدالله معین وزارت امور خارجه، دکتر محمد انس رئیس هیئت مهمانداران، سفیر کبیر پاکستان مقیم کابل، شارژ دافیر وزیر مختار افغانستان در اسلام آباد نیز با وی همراه بودند. آخرین دور مذاکرات شاغل محمد داوود رئیس دولت و صدر اعظم و شاغل ذوالفقار علی بھٹو صدر اعظم پاکستان در قصر گلخانه یرک جمهوری در فضای دوستانه و صمیمانه صورت گرفت. در این مذاکرات از طرف افغانستان دکتر محمد حسن شرق معاون اول صدارت عظما،
شاغل سید عبدالله معاون دوم صدارت و وزیر مالیه، شاغل وحید عبدالله معین وزارت امور خارجه و شاغل عبدالصمد غوث مدیر عمومی سیاسی آن وزارت و از طرف پاکستان شاغل عزیز احمد وزیر دولت برای امور خارجه و دفاع، شاغل محمد یوسف بچ مشاور مخصوص صدر اعظم و شاغل آقا شاهی سکرتر در وزارت امور خارجه پاکستان شرکت داشتند. در ضیافتی که به اعزاز شاغل محمد داوود رئیس دولت و صدر اعظم از طرف شاغل بوتو صدر اعظم پاکستان در هتل اینترکانتیننتال ترتیب شده بود، شاغل محمد نعیم، شاغل دکتر محمد حسن شرق معاون اول صدارت عظما، شاغل سید عبدالله معاون دوم صدارت و وزیر مالیه، بعضی از اعضای کابینه و کمیته مرکزی، جنرال های اردوی جمهوری و رؤسای کور دیپلماتیک اشتراک ورزیده بودند. شاغل بوتو صدر اعظم پاکستان در این دعوت گفت: من به افغانستان مسافرت کردم تا مشکلی که بین دو کشور موجود است حل گردد. ما راجع به این مشکل تبادل افکار کردیم و مذاکراتی که در یک فضای دوستانه و صمیمانه صورت گرفت زمینه خیلی مساعده را برای درک حقایق موضوع فراهم ساخت. متقابلتا شاغل محمد داوود زعیم ملی ما فرمودند: در طول چند روز مسافرت شاغل بوتو به افغانستان مذاکرات ما در یک فضای دوستانه و صمیمانه صورت گرفت و طرفین موقف همدیگر را به خوبی و حسن صورت درک نمودند. و برادران پاکستانی، ما توسط شما و همراهانتان اطمینان میدهم که ملت افغانستان جز دوستی و برادری با ملت پاکستان آرزوی دیگری ندارد. شاغل ذوالفقار علی بوتو صدر اعظم پاکستان روز 21 جوزا به کشورش بازگشت. شاغل بوتو صدر اعظم پاکستان با شاغل محمد نعیم، دکتر محمد حسن شرق معاون اول صدارت عظما و شاغل سید عبدالله معاون دوم صدارت و وزیر مالیه، بعضی از اعضای کابینه و کمیته مرکزی، یکی از جنرال های اردوی جمهوری، رؤسای کور دیپلماتیک مقیم کابل و اعضای سفارت کبرای پاکستان که برای وداع در میدان هوایی حضور به هم رسانیده بودند خداحافظی نمود. سپس موزیک سرود ملی جمهوری پاکستان و سرود ملی جمهوری افغانستان را نواخت، مراتب سلام و احترام گارد تشریفاتی را قبول و آن را معاینه فرمودند. متعاقبا رهبر انقلاب شاغل محمد داوود و مهمان محترمشان ذوالفقار علی بوتو صدر اعظم پاکستان را تا نزدیک طیاره همراهی نموده با وی خداحافظی کردند.